ما دوست داریم که برادران و خواهران عزیز شیعه ما صادق باشن با خودشون، با خدای خودشون، با اهل سنت. ببینید این یک واقعیت است که علمای شما قائل به تحریف قرآن هستند و چیزی به اسم حدیث صحیح در مذهب شیعه وجود نداره. این تحدی که ما سالها کردیم و بازم تکرار میکنیم که چیزی به اسم حدیث صحیح در مذهب شیعه وجود نداره. چیزی به اسم بررسی راویان در مذهب شیعه وجود نداره. وقتی که یه جایی گیر بکنن، یک جایی که گیر بکنن، بله ما تصحیح و تضعیف داریم، ما دین داریم، ما علم حدیث داریم، خیلی ادعا میکنن، سر و صدا میکنن. حالا من یک کلیپ جالبی هست اینجا خدمتون نشون بدم که کتاب هایی که 100% صحیح هستن وقتی که گیر میکنن در مقابل اهل سنت، ببینید که چطور میان با نفاق و با یعنی تلبیس و دروغ برخورد میکنن. این کلیپ زیبایی است که من میخواستم توی برنامه مفصلی بعد از اینکه صحبت ها زیاد شد و در این شبکه ها در مورد حدیث صحیح و حدیث ضعیف و کتاب صحیح و کتاب غیر صحیح و این مسائل صحبت شده، این آقا اومدن گفتن که بیایید حالا یه چاره بیاندیشیم، یه جوابی باید به اهل سنت بدیم، به مسلمان ها بدیم که ما که نمیشه همینطور فله دینمون از هشام ابن حکم و نمیدونم از فلان ابن فلان و از هر زندیق و کافری بگیریم. چون اعتراف خودشون هست که برای اینها در قضیه علم حدیثی مطرح نیست که طرف کی است چی کار است، از هر کافر و زندیق که حاضر هستن که دین خودشون رو بگیرن. حالا ببینیم که این آقایی که به اصطلاح ادعا میکنه که در علم رجال اگر 2 تا باشه یکی شیشون است و فلان است، از این حرفا، ببینید که چطور پاسخ میده. خواهد اینجوری چرا یک کتاب صحیح یک تجویز نمینه که از یقل مردم اونو یک روایت ضعیفه صحیحه دیگه است. خب شما کتاب مرآة العقول رو دیدید؟ خب شما یک کتاب درست روایت 100% یک کتابی دارید 100% که همه صحیح؟ بله عزیزم، ما چند تا کتاب داریم تمام روایات صحیح و ضعیف از هم جدا کردن. مرآة العقول علامه مجلسی 8 جلد کتاب کافی رو روایات صحیحش رو از ضعیفش جدا کرده. پدر بزرگوارشون آمده من لا یحضر و تهذیب شیخ طوسی روایات صحیح و ضعیفش رو جدا کرده. جالب است وقتی که یه حرفی میزنه خاصا بیننده‌ای که اطلاع نداشته باشه در مورد دین اینها، در مورد حقیقت این منافقین اطلاع نداشته باشه، بعد یه ژستی میگیره، قیافه‌ای برای خودش درست میکنه. بله احمد جان، این قیافش نگاه کنید، دست رو دست گذاشته که انگار قسطنطنیه رو فتح کرده. ادامه کلیپ رو ببینیم. آقای نصیر احمد پاسخ گرفتید؟ والا من ندیدم، والا من سوال نمی‌کنم. شما ندیدید؟ شرط نیست عزیز دل من. خب شما بگید ببینید که این الان ببین برادر بزرگوارم، حالا من میخوام شما نشان بدم ببینید. ببینید عزیز دل من، الان من این دوستان مانیتور من محبت کنن، این نرم افزار مکتبه اهل بیت هست. الان من اینجا میزنم مرآة العقول. ببین عزیز دل من، مرآة العقول علامه مجلسی چند جلده؟ 26 جلده. ایشون در اینجا الان مثلا من همون اتفاق جلد 5 من میارم، ایشون میاد دونه دونه تمام روایت ها را، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم باب فیه فلان، ایشون میاد اینجا دونه دونه مطرح میکنه، میگه الحدیث الاول مرسلون. میبینید یا نه عزیز دل من؟ بعد میاد توضیح میده، میاد میرسه به برای شما عرض کنم حدیث بعدی، همینطور توضیح میده. میاد الان من بیام تا حدیث، ببینید برادر بزرگوارم،
همینطوری میاد جلو. این مطالب همه مربوط به حدیث اول هست. من حالا این روی مداری بزرگش بکنم که بینندگان عزیز ما هم ببینن. همینطور حدیث مثلا 4 حسنون، ملاحظه میکنید یا نه؟ الحدیث الرابع حسنون، روایت 4 مثلا حسنه. بعد میاد الحدیث الخامس مجهولون. دیدید حالا یا ندیدید؟ بله بله. خدا اموات شما را بیامرزه. خب حل شد آقای نصیر چشمتون احمد. روشن. آقای نصیر احمد حل شد. حال شد. بله بله. به امید دست شما خدا. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. چقدر این بیچاره ذوق زده شد تا اینکه بیچاره بیننده حرفشو تایید کرد، دیگه خلاص تموم شد. دیگه این فتح الفتوح شد برای آقای قزوینی. همین کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که ایشون بهش استناد میکنه، در همین کتاب در جلد 12 ناشرش هم بازار سلطانی دارالکتب الاسلامی تهران هست. در اینجا این روایتی که ان قرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، این روایت در کتاب کافی وجود داره و ایشون اومده در مرآت العقول همونطوری که جناب آیت الله فرمودن، این که اومده تصحیح و تضعیف کرده این کتاب رو که برای ما بگه که این کتاب یعنی یک بررسی سندی میخواد بکنه روایت ها رو. میبخشید این صفحه رو نشون بده احمد جان، جلد 12 صفحه 525. در اینجا در مورد این حدیث که علی ابن الحکم و هشام ابن سالم اومده ان ابی عبدالله علیه السلام این روایت رو آورده، میگه که ان قرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، میگه که این حدیث موثق است، قابل اعتماد است و فالخبر الصحيح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القرآن و تغییره. میگه پوشیده نیست که این حدیث و احادیث دیگر که صحیح هستند و صریح هستند در قضیه نقص قرآن و تغییرهی. و میگه و عندی، و در نزد من، ان الاخبار فی هذا الباب، که احادیث در این باب متواترة معنا، متواتر معنا هست، و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، بل ظنی ان الاخبار في هذا الباب لا يقصر عن الاخبار الامامه فكيف يثبتونها بالخبر. میگه طرح همه این اخبار، همه این روایت ها، میگه که سبب میشه که ما یعنی اعتماد پیدا بکنیم بر این اخبار رأسا، بلکه گمان من این است که اخبار در این باب، یعنی در باب تحریف قرآن، کمتر از اخبار در باب امامت نیست. اینو مجلسی داره میگه احادیثی که در باب تحریف قرآن هست کمتر از اخبار امامت نیست، چون همین هشام ابن سالم، علی ابن الحکم، همین راویان تحریف قرآن راویان امامت هستند. یکی از راویان که به اصطلاح امامت رو روایت میکنه علی ابن ابراهیم قمی است، که علی ابن ابراهیم قمی کسی است که غلو داره در قضیه تحریف قرآن کریم. پس میگه طرح این اخبار و اخبار دیگری که در این باب وجود داره همه اینو میرسونه که اخبار تحریف قرآن کمتر از اخبار امامت نیست، یعنی احادیث امامت نیست. فکیف یثبتونها بالخبر، چطور میگه شما امامت رو میارید از همین احادیث ثابت میکنید موضع تحریف قرآن که اومد، بعد اینجا در میرید میگید که بذار کامپیوترم رو روشن بکنم یک روایتی برات بخونم که والا قرآن همش صحیح هست، همین قرآنی که در دست ماست. در این ادامه این مطلب چیز جالبی نوشته که من قبلا این رو خوندم، بهش نمیپردازم. یکی از موارد خیلی مهمی که آقای مجلسی اومده در موردش تصحیح و تضعیف کرده روایت ها رو، که آقای تولد امام زمان، باب مولد صاحب، بله این کتاب اصول کافی است. دوستان نشون بدن.
همین امام زمان خیالی که ما میگیم امام زمان دروغین، امام زمان خیالی، امام زمانی که وجود نداره، ناراحت میشن. خب اصول کافی جلد 1 و 2 در اینجا یک بابی زده، باب مولد صاحب، یعنی باب ولادت امام زمان. شما چی فکر میکنید که این باب باید روایت هایی در اینجا باشه که ثابت بکنه ولادت امام زمان رو؟ کتاب الحجه صفحه 313. همینطوری میریم، این روایت ها وجود داره در اینجا 1 2 3 4 در این باب روایت هایی که در مورد چی است؟ آقا امام زمان و ولادت ایشون. تشکر میکنم احمد جان. ما نمیخوایم که چشم و گوش بسته چیزی رو قبول بکنیم، میریم بر اساس آنچه که علامه علم رجال آقای قزوینی در مورد مرآت العقول فرمودن که این کتاب تصحیح و تضعیف کننده روایات شیعه هست. میبینیم که آیا این امام زمان واقعا خیالی هست، دروغین هست یا نیست. میریم که سراغ کتاب مرآت العقول. این کتاب مرآت العقول است. اینم صفحه بعدش، اینم شناسنامه‌اش که در ایران چاپ شده. باب مولود صاحب، امام زمان رو میخواد ثابت بکنه در این باب ولادت ایشون رو. حدیث اول ضعیف علی المشهور، حدیث اولش ضعیف علی المشهور است. حدیث دوم مجهول است. حدیث سوم مجهول است. حدیث چهارم صحیح است. حدیث چهارمی که صحیح است، در این حدیث هیچ ذکری از ولادت امام زمان نیست، بلکه ذکر علم غیب امام زمان است. تحدی است که یک روایت صحیح از این باب بیارن که ثابت بکنه امام زمان وجود. حدیث چهارم که بالفرض محال صحیح هست، این حدیث در مورد چیه؟ در مورد ولادت امام زمان نیست. حالا ما میریم همین روایت حدیث چهارم رو از کتاب اصول کافی خدمت شما بزرگواران من نشون میدم که روایت چهارمی که در این باب هست چی است. این روایت اول، این روایت 32 روایت در این باب وجود داره. باب مولد صاحب. اینجا این چهارم، حدیث چهارم میگه که اگر یک کمی احمد جان زوم بکنن در این حدیث، بعد از اینکه ابا محمد رفت فی عید الوکلا و اراد، بعد از اینکه ابا غیبت رفت و خلاصه فجاء الحسن ابن النضر الى صدام فقال اینی اريد الحج. کسی اومد گفت که من میخوام برم به حج. ابو صدام به او گفت که اخیر هذه السنه، این سال نرو. فقال له حسن ابن النضر انی افزع الى المنام ولا بد من الخروج. من در خواب دیدم و باید که برم. و اوصى الى احمد ابن یعلى ابن حماد و اوصى للناهیه بمال و امره ان لا يخرج شيئا الا من يدي بيدي بعد ظهوره. قال فقام الحسن فلما وافيت بغداد اكتريت دارا فنزلتها فجاءني بعد الوكلاء بثياب ودنانير وخلفها عندي فقلت له ما هذا؟ قال هو ما تراه. ثم جاءني آخر بمثلها وآخر حتى كبسوء الدار. ثم جاءني أحمد بن إسحاق بجميع ما كان معه فتعجبت وبقيت متفكرا فوردت علي رقعة رجل عليه السلام اذا مدى من النهار كذا و كذا فاحمل ما معك. میگه در اونجا نشسته بودم، خلاصه پولایی برامون آوردن و لباس آوردن و بعد از اون یک پاره کاغذی از طرف امام، یعنی امام زمان آوردن و ایشون بهش میگه که بعد از اینکه روز طی شد در روز فلان چیز رو با خودت بردار و فلان جا برو. یعنی ذکری از ولادت امام زمان نیست. این روایت صحیح شونه، این روایت صحیح این آقایون در مورد در باب مولد صاحب که هیچ ربطی هم به امام زمان نداره به ولادت ایشون. حدیث رابع، این حدیثی بود که صحیح است. بعد دوستان نشون بدن. حدیث الخامس، حدیث پنجم مجهول، حدیث سادس مجهول، حدیث سابع مجهول، ششم مجهول، هفتم مجهول، هشتم صحیح. اینم دقیقاً حدیث هشتم که در اینجاست. ببینید حدیث هشتم اینه.
اوصى رجل من اهل سواد مالا فرد عليه وقيل له اخرج حق ولد عمك منه وهو 400 درهم كان رجل في يده لولدی الى آخر روایت که بخونید. اینجا چی است؟ کسی بهش ندا میده که خلاصه برو اونجا و یک مالی هست و از زیر فرش برداری. جادوگری یعنی ذکر علم غیب است، یعنی در اینجا امام صدا میکنه چیزی رو که کسی یک جای گم کرده بهش نشون میده. قضیه ولادت ایشون مطرح نیست. حدیث ثامن که این حدیث صحیح هست در این باب. حدیث نهم مجهول کالصحیح. مجهول کالصحیح دیگه این کلا دیگه یک کمدی است، یعنی حدیث مجهول کالصحیح دارن اینا. العاشر حدیث مجهول است، 11 ضعیف است، 12 مجهول است، 13 مجهول است، 14 مجهول است، 15 حسن کالصحیح. اینم هیچ ربطی به ولادت امام زمان نداره بلکه اشاره به علم غیب و این مسائل است. حدیث 16 مجهول، حدیث 17 مجهول، حدیث 18 مجهول، حدیث 19 مجهول، حدیث 20 صحیح که هیچ ربطی به ولادت امام زمان نداره بلکه ذکر علم غیب ایشون هست. ببینید جاء رجل من اهل آب شیئا یوصله و نسی سیفا بآب فانفد ما کان معه فکتب الیه ما خبر السیف الذی نسیته. امام زمان کسی شمشیرش رو گم کرده بود، امام زمان براش نوشت که شمشیرت فلان جا هست. این حدیث 20 که تا حالا 3 حدیث صحیح داشتیم ما در اینجا. هر 3 تاش اشاره به ولادت آقا امام زمان نمیکنه. حدیث 21 مجهول، حدیث 22 مجهول، حدیث 23 مجهول، حدیث 24 صحیح که اینم ربطی نداره اصلا به ولادت امام زمان مثل روایت. این 4 روایت صحیح شد تا حالا. حدیث 25 کالصحیح مانند صحیح است، اینجا هم ربطی نداره به ولادت ایشون. حدیث 26 صحیح ربطی نداره به ولادت ایشون. حدیث 27 مجهول است، حدیث 28 مجهول است، حدیث 29 صحیح است، ربطی نداره به ولادت ایشون. این روایت 29 است، هیچ ربطی به ولادت امام زمان نداره. حدیث 30 مجهول است، حدیث 31 صحیح است، ربطی به ولادت ایشون نداره. این کل تصحیح و تضعیف آقای مجلسی است. قبول میکنید این روایت ها رو؟ اون روایت هایی که یعنی صریح الدلاله است بر ولادت امام زمان، روایت هایی است که همش دروغ است، مجهول است و یا مجهول کالصحیح هست، یک اصطلاح جدید کلا در علم حدیث. پس اینها بر اساس هوا و هوس خودشون هر چی رو دوست داشتن میگن صحیح هست، هر چی رو دوست داشتن میگن که ضعیف است. قاعده ای ندارن برای علم حدیث. چیکار کردن؟ بعضیاشون اومدن همون قواعد علم حدیث و علم رجال اهل سنت رو دزدیدند. همون قواعد رو دزدیدن، به نام خودشون ثبت کردن و نشر کردن. اونم 200-300 سال بعد از اینکه اهل سنت این کارو کرده بودن. بعد از اینکه این کارو کردن ورطه افتادن که آقا ما که الان میخوایم تصحیح و تضعیف بکنیم پس مجبوریم هرچه خزعبلاتی که در کتابمون هست تصحیح بکنیم، تضعیف بکنیم. بعد اومدن با تلبیس و خیانت و